به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. ایچیگو ایچیه کتابی ژاپنی هستش. هنر ارزشمند ساختن هر لحظه زندگی به روش ژاپنی. این کتاب نوشته هکتور گارسیا فرانچس میرالس و ترجمه آزاده مسعود نیا هستش و نشر سالس در سال 1399 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. در حوزه موضوعی ذهن‌آگاهی و روانشناسی هست، کیفیت زندگی، راه و رسم زندگی و خوشبختی. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. فهرست این کتاب ابتدا درباره نویسندگان توضیحات کوچکی داده که برای شما میخونم، پیشگفتار و شروع فصل 1، فصل 2 و فصل‌های متنوعی که در این کتاب هستش. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو با هم ورق بزنیم. درباره نویسندگان: هکتور گارسیا و فرانچس میرالس نویسندگان کتاب ایکیگای، اسرار ژاپنی‌ها برای زندگی شاد و طولانی هستند. یک کتاب پرفروش بین‌المللی که به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه شده است. هکتور شهروند ژاپن است و بیش از 10 دهه در آن زندگی کرده و همچنین نویسنده کتاب عشق ژاپن شماره 1 پرفروش‌ها در ژاپن است. فرانچس هم نویسنده شماری از پرفروش‌های کتاب‌های خودیاری و انگیزشی و نیز رمان عشق با حروف کوچک است که به 20 زبان ترجمه شده است. فصل اول: ایچیگو ایچیه. این کلمات ژاپنی که شالوده و مفهوم اصلی کتاب است، معادل دقیقی در زبان انگلیسی یا فارسی ندارد. اما اجازه دهید دو تفسیر از آن را که به درک بیشتر آن کمک خواهد کرد بیان کنیم. ایچیگو ایچیه میتواند اینگونه ترجمه شود: هر دیدار فقط یک مرتبه، یا همین لحظه فقط یک فرصت. آنچه از مفهوم این تفاسیر میتوان استنباط نمود این است که هر دیداری که تجربهش میکنیم همچون گنجینه‌ای بی‌مثال است که هرگز دوباره به همان شکل و سیاق تکرار نخواهد شد. بنابراین اگر اجازه دهیم همینطور بگذرد و از کفمان برود بدون آنکه لذتش را برده باشیم، آن لحظه به خصوص برای همیشه از دست خواهد رفت. این عبارت اینگونه معنا می شود: یک زمان دوره، یا یک دوره و دیدار و فرصت. دروازه‌های شاما بالا. یک افسانه تبتی این مفهوم را به خوبی و روشنی شرح می‌دهد. داستان اینگونه است که یک شکارچی به دنبال گوزنی در میان قله‌های یخبسته هیمالیاست. وقتی مقابل کوهی عظیم قرار می‌گیرد، کوه به دو نیم شکافته می‌گردد و به او اجازه می‌دهد آنچه را سوی دیگر کوه قرار دارد نظاره کند. در شکاف کوهستان مردی کهنسال با ریشی بلند کناری ایستاده و صیاد مفقود را فرا می‌خواند که نزدیکتر بیاید و نظاره کند. شکارچی اطاعت می‌کند و قدم در شکاف عمودی کوه می‌گذارد که فقط به اندازه عبور یک نفر باز شده. از آن عبور می‌کند. آنچه آن سوی دیگر می‌بیند نفس را در سینه‌اش حبس می‌کند. آن سوی شکاف باغی بود پر میوه، غرق در نور آفتاب و به نظر می‌رسید حیات تا ابد در آن جاری. بچه‌ها شاد و خندان در میان درختان گرانبار پر از میوه بازی می‌کردند و حیوانات سرخوشانه و آزادانه در دنیایی پر از زیبایی، آرامش و فراوانی نعمت جست و خیز می‌کردند. پیرمرد هنگامی که بهت و شگفتی صیاد را دید، از او پرسید: آیا آنچه مشاهده می‌کنی به مذاقت خوش می‌آید؟ بله، البته که دوستش می‌دارم. اینجا یقیناً بهشت است. به راستی همان است و تو آن را پیدا کرده‌ای. چرا داخل نمی‌شوی؟ به راستی همان است و تو آن را پیدا کرده‌ای. اینجا می‌توانی
از حالا تا همیشه زندگی کنیم. شکارچی غرق در شادی پاسخ گفت خواهم آمد، اما اول میخواهم بروم و برادران و دوستانم را پیدا کنم و به زودی با ایشان باز خواهم گشت. پیرمرد کمی ابرو در هم کشید و به او هشدار داد باشد، هر طور دلت میخواهد، اما به خاطر داشته باش که دروازه‌های شامابالا فقط یک مرتبه در زندگی گشوده می‌گردند. و پیش از آن که شکارچی با سرعت از آنجا دور شود به او گفت من بیش از این نمیتوانم اینجا بمانم. صیاد هیجان زده از آنچه چند لحظه قبل با چشم خویش دیده بود راهی را که آمده بود بازگشت. از دره‌ها و رودخانه‌ها و تپه‌ها گذر کرد تا به روستای خویش رسید. آنجا از کشف بزرگی که کرده بود به 2 برادرش و 3 تن از دوستان دوران کودکی‌اش گفت. گروه مردان با قدم‌های چست و چالک به راه افتادند. آنها با هدایت مرد شکارچی برنامه‌ریزی کرده بودند تا پیش از آنکه خورشید در افق ناپدید گردد خود را به نوک کوهی برسانند که مسیر دسترسی به شامبالاست. اما مسیر کوهستان بسته شده بود و هرگز دوباره گشوده نمی‌شد. حالا مردی که آن دنیای معجزه‌آسا را کشف نموده میبایست باقی عمرش را به شکار کردن ادامه دهد. حالا یا هیچ وقت. اولین بخش عبارت ایچیگو ایچیه در مکتوبات مقدس بودایی‌ها کاربرد دارد و اشاره می‌کند به مدت زمانی که از لحظه تولد ما آغاز می‌گردد تا روزی که مرگمان فرا می‌رسد. همانطور که در افسانه تبتی دیدیم، فرصت رویارویی با زندگی چیزی است که همین حالا ارزانی‌تان گشته است. اگر این لحظه را به چنگ نیاورید برای همیشه از دست خواهید رفت. جمله معروفی هست که میگوید شما فقط یک بار زندگی میکنید، بنابراین هر لحظه منحصر به فرد و تکرار نشدنی دروازه گشوده به روی شما بالاست و هرگز شانس دومی برای قدم گذاشتن در آن نخواهید داشت. این چیزی است که همه ما آدم‌ها از کوچک و بزرگ می‌دانیم، اما به راحتی آن را فراموش می‌کنیم. وقتی اجازه می‌دهیم نگرانی‌های روزمره و تعهدات زندگی وجودمان را در چنگ بگیرند، آگاه شدن و درک حقیقی ایچیه کمکمان می‌کند پایمان را از روی پدال گاز زندگی برداریم و به خاطر داشته باشیم هر صبحی که در این دنیا چشم می‌گشاییم، هر دقیقه و هر لحظه که با فرزندانمان و آن کسی که عاشقانه دوستش داریم می‌گذرانیم بی‌نهایت ارزشمند است و سزاوار توجه تمام و کمال است. این موضوع اصلی زندگی ماست، اولین و مهمترین هدف ما، زیرا ما نمی‌دانیم حیاتمان چه وقت پایان می‌پذیرد. هر روز می‌تواند روز آخر ما باشد. هیچ کس نمی‌تواند اطمینان داشته باشد وقتی به خواب می‌رود یقینا صبح روز بعد دوباره چشمانش را خواهد گشود. صومعه‌ای در اسپانیا هست که می‌گوید راهبه‌ها در آن رسم دارند در هر کدام از گذرها و دالان‌ها که به یکدیگر برخوردند این جمله را به یکدیگر بگویند: برادر، به خاطر داشته باش روزی عاقبت از دنیا خواهی رفت. این سنت آنها را در زمان حال تثبیت می‌کند و آنچه را موجب نگرانی و تشویش و ناراحتی است از آنها دور می‌گرداند و اینگونه برایشان الهام می‌شود که از هر لحظه عمرشان در زندگی لذت ببرند. همانطور که مارکوس اورلیوس در کتاب تأملات می‌گوید بزرگترین دغدغه هستی مرگ نیست که آغاز نکردن زندگی. من این کتاب رو خوندم و در فهرست پادکست وجود داره. ایچیگو ایچیه فراخوانی روشن و صریحی است به مسئله مهم، حالا یا هیچ وقت. با اینکه در نظر داریم سالهای زیادی زندگی کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، در هر حال هر دیداری که داریم ماهیت بی همتای خود را دارد و هرگز تکرار نخواهد شد. شاید همان آدم‌ها را در همان مکان دوباره ببینیم، اما آن زمان پیرتر شده ایم و موقعیت‌ها و خلقیاتمان هم متفاوت خواهد بود. آن زمان با خود کوله‌باری از اولویت‌ها و تجارب دیگری به همراه خواهیم داشت.
جهان دارای جریانی مداوم از ناپایداری هاست و بنابراین ما هم اینگونه ایم. این است دلیل آنکه چرا هیچ چیز هرگز دوباره در همان مسیر و طبق همان شرایط اتفاق نخواهد افتاد. ریشه‌یابی عبارت ایچیگو ایچیه. اولین نمونه مکتوبی که ما از ایچیگو ایچیه در اختیار داریم در دفتر یادداشتی است متعلق به یک استاد چای به نام یامانوئه سوجی در 1588 که بدین شرح است: با میزبان خود آنگونه رفتار کن که انگار هر دیداری که در حال اتفاق افتادن است فقط همین یک بار در زندگیت رخ خواهد داد. اگر در درخواست فوق همان عبارت ژاپنی را بدون اینکه ترجمه‌اش کنیم قرار دهیم، می توانیم این توصیه را چنین بیان کنیم: با میزبان خود طبق ایچیگو ایچیه رفتار کن. هنگامی که یامانو سوجی این جملات را در دفتر یادداشت خود نوشت، درباره آن چیزی می نوشت که از تشریفات چای زیر نظارت استاد چای ریکیو آموخته بود. او یکی از پایه‌گذاران آیین وابیچا، سبکی از مراسم چای است که تأکید می‌کند سادگی برتر از هر چیز دیگری است. هرچند سوجی برای بیان این مفهوم از همان عبارات قدیمی ژاپنی استفاده کرده، در قسمت آخر جملاتش تغییراتی ایجاد کرده که به معنای آن است که اهمیت زمان در برابر فعل دیدار کردن افزون‌تر است. این تغییر مهم است، زیرا به ما این فرصت را می‌دهد که ماهیت منحصر به فرد هر لحظه را برای خود مراسم چای درک کنیم و به همین منظور متن کامل مکتوبی مستند را برای درک عمیق این پند حکیمانه تقدیمتان می‌کنیم. زمان مناسب همین حالاست. مراسم چای باید با توجه و دقت زیادی برگزار گردد، زیرا هدف اصلی آن همان ایچیگو ایچیه است که درباره رویارویی منحصر به فرد آدم‌ها در یک زمان خاص صحبت می‌کند. حتی اگر میزبان و مهمانانمان هر روز یکدیگر را ببینند، این دور همی هرگز دقیقاً نمی‌تواند تکرار شود. اگر ماهیت خارق‌العاده هر لحظه را در نظر داشته باشیم، در میابیم که هر رویارویی فرصتی است که فقط یک مرتبه در کل عمرمان به ما داده شده است. بنابراین میزبان باید صمیمیت راستین خود را به مهمانان نشان دهد و بیشترین توجه را داشته باشد و کوچکترین جزئیات را فراموش نکند و اطمینان حاصل کند که همه چیز بدون هیچ مشکلی در جریان است و پذیرایی رو به روال. مهمانان هم نقش خود را باید به درستی ایفا کنند و بدانند که این برخورد هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد. پس بایست برای همه جزئیاتی که توسط میزبان برای مراسم مهیا گشته قدردان باشند و البته از صمیم دل آنجا حضور داشته باشند. تمام آنچه گفتیم در عبارت ایچیگو ایچیه خلاصه می‌گردد: ای ناوسوکه، مهتر اعظم دولت نظامی فئودالی شوگون سالاری توکوگاوا، کتاب چاونو ایچه شو آداب مراسم چای 1858. کاربردهای امروزی ایچیگو ایچیه: افزون بر مراسم چای و ملحقات آن، امروز ژاپنی‌ها از عبارت ایچیگو ایچیه در دو موقعیت استفاده می‌کنند. 1. وقتی غریبه‌ای را برای اولین بار دیدار می‌کنید. 2. وقتی با آشنایی دیدار می‌کنید و می‌خواهید تأکید کنید که هر مجالی منحصر به فرد است. برای مثال تصور کنید در خیابان‌های کیوتو گم شده‌اید. هنگامی که از کسی درخواست کمک می‌کنید، این درخواست منتهی به گفتگویی 10 دقیقه‌ای می‌شود، زیرا شخصی که از او درباره جهت‌ها و مسیر درست آدرستان سوال کرده‌اید از قضا مدتی در امریکا زندگی کرده است. هنگامی که می‌خواهید از او جدا شوید و به راه خود بروید، ایچیگو ایچیه می‌تواند روشی مناسب و در قرب برای خداحافظی کردن باشد. با گفتن این عبارت به آنها می‌فهمانید که این برخورد دلپذیری بود و دوباره در آینده اتفاق نخواهد افتاد. کاربرد دوم نزدیکتر به آن چیزی است که ما در مراسم چای دریافتیم.
آن را برای دوستانی به کار میبریم که اغلب آنها را دیدار میکنیم تا به ایشان یادآوری کنیم هر مرتبه‌ای که یکدیگر را ملاقات میکنیم بی‌مانند و خاص است. ما به زندگی خود ادامه میدهیم و بزرگتر میشویم و همینطور که زمان در حال سپری شدن است همه چیز تغییر خواهد کرد. به قول هراکلیتوس هیچ کس تا به حال 2 بار در یک رودخانه قدم نگذاشته، زیرا نه رودخانه همان رودخانه است و نه آن آدم همان آدم سابق. در هر دوی این کاربردها از عبارت مذکور نکته اینجاست که نهایت امتنان و قدردانی خود را برای یک لحظه مشترک با دیگری در زندگیمان ابراز کنیم. در این حال میتواند اشاره‌ای هم به حسرت گذشته را خوردن داشته باشد و مانند آن سنت راهبان که بیشتر به آن اشاره کردیم به ما یادآوری کند زندگی و سفر ما در این دنیا زودگذر و میراث. ایچیگو ایچیه به ما هشدار می‌دهد که هر لحظه از عمرمان میتواند آخرین لحظه آن باشد. هدف از نگارش این کتاب فقط معرفی بسیاری از جنبه‌های دلفریب فرهنگ ژاپنی‌ها در رابطه با ایچیگو ایچیه نیست، بلکه همچنین می‌خواهیم کمکتان کنیم لحظاتی فراموش نشدنی را با خودتان و دیگران خلق و تجربه کنید. همانطور که در قسمت‌های بعدی کتاب خواهید دید، پروراندن و ممارست و پیگیری ایچیگو ایچیه این فرصت را برایتان مهیا می‌گرداند که زندگی پربارتر و شادتر بدون احساس سنگینی بار تجارب گذشته یا نگرانی‌های آینده را تجربه کنید. شما به تدریج می‌آموزید که کاملاً در زمان حال زندگی کنید و معترف و قدردان محبت هر لحظه از عمرتان باشید. در پایان این سفر به همراه یکدیگر ما دیگر شکارچی لحظه‌های خاص زندگیمان شده‌ایم و خواهیم آموخت که چگونه تمامی این لحظات را در هوا بزنیم و به چنگ آوریم و طعمشان را با تمام وجود مزه کنیم. طعم خوش تجربه‌هایی بی همتا که فقط یک بار در طول عمرمان اتفاق خواهند افتاد. یکی از کمیک استریپ‌های بادام زمینی‌های اسنوپی و چارلی براون را از پشت نشان می‌دهد. آنها در یک بارانداز کنار دریاچه‌ای نشستند و با هم در حال گفتگو هستند. یک روزی ما همگی می‌میریم اسنوپی. بله، درست است، اما باقی روزهای دیگر زنده خواهیم بود. یکی از داستان‌های مصور امریکایی مشهور در قرن 2000 هستش که منتشر شده. مفهوم دیالوگ دوم به نوعی هشدار دهنده است. ما نمی‌دانیم چه روزی این دنیا را ترک خواهیم گفت که یقیناً همانطور است که اما آنچه دست خودمان است این است که چگونه تمام روزهای دیگر را سپری می‌کنیم. تمام آن روزهایی که زنده هستیم و نفس می‌کشیم. همه آن روزهایی پر از برخورد و لحظه‌های نابی که می‌توانیم بی‌اعتنا از کنارشان بگذریم و برویم یا آنها را فراموش ناشدنی و ارزشمند سازیم. این مسئله ما را یاد دقایق پایانی فیلم حماسه پسرانگیز به کارگردانی ریچارد لینکلر می‌اندازد. او ساخت فیلم را آغاز می‌کند و با همان هنرپیشه‌ها تا 12 سال آن را ادامه می‌دهد، به طوری که بیننده می‌تواند گذر عمر را مقابل چشمانش مشاهده کند. ما میسون را 165 دقیقه زیر نظر می‌گیریم که در آغاز فیلم پسر بچه 6 ساله است و والدینش از هم جدا شده‌اند. او همانطور که بزرگتر می‌شود تجارب زیادی هم در زندگی کسب می‌کند تا اینکه به دانشگاه می‌رود. پس از آنکه میسون مشکلات زیادی را پشت سر می‌گذارد، عاقبت فیلم اینگونه پایان می‌پذیرد: او در حال پیاده‌روی با دوستان دانشجوی جدیدش است. میسون مردی جوان با احساس و باهوش شده است و مشغول تماشای غروب خورشید در کنار دختری است که گمان می‌کنیم در زندگی او نقش مهمی خواهد داشت. دختر هیجان زده میگوید: میدانی چرا همیشه همه میگویند لحظه را دریاب؟ پسر جواب میدهد: من نمیدانم. یعنی یک جوری‌هایی فکر میکنم برعکس باشد. مثلا شاید این لحظه ها هستند که ما را در میابند. درباره این صحنه و مفهوم آن بسیار بحث شده است و در واقع مربوط به مسئله ایچیگو ایچیه است.
درست مانند زنی باردار که جنین در شکمش بزرگ و بزرگتر می شود و تمام آن را در بر می گیرد. ما نیز وقتی به قدر کافی آگاهی و دانشی به دست بیاوریم که بفهمیم هر آنچه همین حالا در حال تجربه کردنش هستیم هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد، به زودی تبدیل به شکارچی لحظه ها خواهیم شد و هر چیزی برایمان منحصر به فرد و شگفت‌انگیز خواهد بود. ناپایداری زیباست. غنچه‌های نوشکفته کایکا و گل‌های شکوفای مانکایی، آنان که با فرهنگ سرزمین آفتاب تابان آشنایی دارند می‌دانند که زیباترین روزهای سال همان وقتی است که ساکورا یا درخت‌های گیلاس ژاپنی هنگام بهار شکوفه می‌دهند. در جزایر نیمه‌قاره اوکیناوا، همانجا که درباره کتابمان ایکیگای تحقیق می‌کردیم، ساکورا در ژانویه شکوفا می‌دهد. در شهرهای بزرگ ژاپن، گل‌ها از اواخر مارس تا اواسط آوریل دیده می‌شوند و در جزیره سرد شمالی هوکایدو شکوفه دادن گل‌ها تا ماه می به تعویق می‌افتد. هر سال ژاپنی‌ها با دقت وضعیت شکوفه‌های گیلاس را رصد می‌کنند تا بفهمند گل‌ها چه وقتی گلبرگ‌های سفیدشان را به نمایش می‌گذارند که این مسئله فقط به خاطر زیباییشان نیست که ارزشمند است، بلکه همانطور که در این قسمت خواهیم دید این گل‌ها به خاطر نمادین بودنشان نیز برای آنان مهم است. نوبرانه شکوفه‌های گیلاس همان گونه که از معنایش برمی‌آید از جنوب به سمت شمال ظاهر می‌شوند. هر شهر درخت مخصوص خودش را برای اعلام آغاز مراسمی به نام جشنواره طبیعت دارد و در تمامی شهرها جشنواره جداگانه‌ای برگزار می‌گردد. در ژاپن 96 درخت شاخص وجود دارد. برای مثال در کیوتو می‌توان این درخت را در باغ اداره هواشناسی یافت. هر صبح یکی از کارمندان بیرون می‌رود تا ببیند غنچه‌ها شکفته‌اند یا نه. روزی که این اتفاق بیفتد خبرش در سرتاسر کشور پخش می شود. جشن شکوفه‌های گیلاس هانامی، هنگامی که نوبرانه‌های شکوفه‌های گیلاس معروف ساکورا زنین به بار می نشیند، بیدرنگ در پارک‌های کشور ژاپن جمعیت گرد هم می آیند تا مراسم آیینی هانامی را اجرا کنند. معنای تحت اللفظی این کلمه تماشای گل هاست. اگر در این ایام به پارک یا باغی بروید، گروه‌های مختلفی از مردم را آنجا خواهید یافت. کارمندان اداره‌ها که زیر درختان گیلاس غرق در شکوفه نشسته‌اند. خانواده‌هایی که با شادی در حال پیاده‌روی با یکدیگرند و زوج‌هایی که با پس زمینه شکوفه‌های گیلاس از یکدیگر عکس‌های زیبا می‌گیرند. این جشن طبیعت و تجدید حیات که آرزو داریم تا ابد ادامه می‌یابد. سنت دیرینه است که پیشینه آن با عنوان جشنواره هانامی به قرن سوم میلادی باز می‌گردد. پس از آنکه خورشید رو به افول می‌گذارد، جشن را با نام یوزاکورا یا شکوفه‌های گیلاس شب ادامه می‌دهند. هنگام غروب فانوس‌های سنتیشان که در پارک‌ها و باغ‌ها از درخت‌ها آویزان و غرق در نورند، حال و هوای جادویی فیلم‌های استودیوی جیبلی را تداعی می‌کنند. گروه دوستان و زوج‌ها در شب زیر شکوفه‌های گیلاس می‌نشینند. این استودیو کمپانی سازنده انیمه‌های مشهور ژاپنی هستش. در حالی که یک نوشیدنی و مقداری تنقلات هم برای لذت بردن از آن لحظات در دستشان دارند. این حال و هوا بیشک تجربه‌ای از ایچیگو ایچی است. از وقتی که گلبرگ‌ها طی حدود 2 هفته شروع به افتادن از درختان می‌کنند، آنها مجبور خواهند بود کل سال را منتظر بمانند، بلکه دوباره چنین تجربه‌ای داشته باشند، با آرزوی اینکه باز هم بتوانند آنجا حضور یابند. ساکورا شاهدی عینی است بر اینکه چگونه زیباترین چیزها در زندگی اینقدر زودگذرند و نمی‌توانند تا ابد باقی بمانند. جشن شکوفه‌های گیلاس به طور رسمی با کایکا، واژه‌ای که اشاره بر غنچه‌های نوشکفته دارد، آغاز می‌گردد. گل‌ها پس از یک هفته کاملاً باز می‌شوند و به حالتی می‌رسند که معروفند به مانکایی، یعنی دقیقاً همان زمانی که گل‌های ساکورا کاملاً شکوفا گشتند.
یک هفته پس از آن گلبرگ‌های شکوفه‌ها شروع به ریزش می‌کنند. این موضوع ممکن است زودتر هم اتفاق بیفتد که می‌تواند به خاطر عواملی چون باد و باران این زمان به کمتر از یک هفته برسد. درست مثل همان زمانی که ما در شهر کهن کیوتو مشغول سیاحت بودیم. ژاپنی‌ها از این لحظات افول هم لذت می‌برند. آنها حتی واژه‌ای دارند به نام هانا فویوکویی که حکایت از غوغای بی‌امان گلبرگ‌های ساکورا دارد. لحظه‌ای گرانقدر که از زیبایی و شاعرانگی گذرا بودن سخن می‌گوید. جادوی کایکا. هیکاری اوه، پسر به شدت ناتوان کنزابوره اوه، نویسنده برنده جایزه نوبل موسیقی را در حالی دریافت که در پارکی به همراه پدر و مادرش در حال گردش بود. این آهنگساز ژاپنی هستش، این هیکاری اوه، و مبتلا به اوتیسم هم هستش. او صدای پرنده‌ای را شنید و همانجا صدای او را تقلید کرد. وقتی چیزی ناشناخته درون ما شروع به شکفتن می‌کند، این همان لحظه نمادین کایکاست. هر جا که شوری جدید ناگهان جرقه می‌زند، نوعی افسونگری رخ داده است، با اینکه اغلب این حس تازه در مکان‌های غیر جادویی شکوفا می‌گردد. برای نمونه، دن براون می‌گوید فکر نوشتن هرگز به ذهنش خطور نکرده بود تا اینکه کتابی را می‌بیند که پشت یک ننو کنار استخر واقع در هتلی افتاده است. او برای تعطیلات همراه با همسرش با یک تور مسافرتی به گردش رفته بودند. در آن سفر او کسل شده بود، اما کتاب زمانی که پیدا کرد به نام توطئه روز رستاخیز اثر سیدنی شلون سبب شد که تعطیلاتش بیهوده هدر نرود. به محض اینکه به خانه بازگشت تصمیم گرفت او هم داستان مهیجی بنویسد و بیدرنگ مقدمات کار نوشتن را مهیا ساخت و این انگیزه تحت تاثیر نیروی کایکا بود که ایجاد شد. سالها بعد کتاب کد داوینچی او پرفروش و جهانی شد و او را میلیونر ساخت. وقتی که عاشق هم میشویم، کایکا حضور قدرتمند خود را به ما نشان میدهد، همچون شکوفه‌های گیلاس که باز میشوند و فرارسیدن بهار را نوید میدهند. کسی که تا لحظه قبل اصلا در زندگیمان حضور نداشته، ناگهان دلمان را به لرزه میاندازد و عاشق او میشویم و در کانون اصلی توجهمان قرار میگیرد. در سرزمین صحراسای عشق این شکوفه زدن میتواند غیر منتظره ترین تأثیرات را به همراه داشته باشد. چه چیزی باعث میشود عاشق شویم؟ هنگامی که ما از دیگران درباره آن لحظه فراموش ناشدنی، همان وقت که دنیای تازه و مطبوعی بر ما میگشاید، میپرسیم آنها چیزهایی اینچنین به ما میگویند. اولین بار که صدای او را شنیدم نفسم بند آمد. چشمان پر از آذرم و نافذ او مرا وسوسه کرد که بدانم او کیست و در دلش چه میگذرد. هنگامی که دیدم با چه مهربانی لکه‌ای را که من بر لباسش انداختم پاک کرد، عاشقش شدم. تمامی این لحظات ایچیه منحصر به فردی هستند اگر بدانیم چگونه آنها را به چنگ آوریم و ارزش گذاری کنیم و متعاقب آن می توانیم باقی زندگانیمان را پرنور و درخشان گردانیم. فرمول مانکایی. هنگامی که کایکا در حال دگرگونی و تغییر شکل است، تمایل داریم حاصل این دگرگونی مانکایی باشد. به عبارت دیگر می‌خواهیم مطمئن شویم آنچه در ما متولد شده است بلوغ پیدا می‌کند و از نهایت پتانسیل خود در جهت تکامل استفاده خواهد کرد. برای مثال، مانکایی وقتی اتفاق می‌افتد که شخصی که عاشق می‌شود مصمم می‌گردد بوستان رابطه‌اش را در همه حال در روزهای خوب و روزهای بد به نحوی پرورش دهد که مانع از افسردن و پژمردن گل‌های آن گردد. نویسنده مشتاقی که پس از در سر پروراندن ایده‌ای برای نوشتن یک کتاب، برنامه زمانبندی دقیقی برای خودش طراحی می‌کند تا منظم پیش رود و آن را به موقع به سرانجام برساند. کارآفرینی که نمی‌خواهد ایده‌اش تصوری زودگذر و بدون پیشرفت علمی باشد و مدام در جستجوی راهکارهایی برای بهبود دستاوردها و نوآوری‌هاست. در رابطه با مباحث کارهای سخت
و پیگیرانه‌ای که نیازمند تبدیل ایده اولیه یا حرفه‌ای معمول به چیزی است که در آن بتوان سرآمد شد، اغلب درباره قانون 10,000 ساعته مالکوم گلدول برای پیشروی از کایکا به مانکای زیاد می‌شنویم. گلدول در کتابش به نام دورافتاده‌ها با بیان اینکه 10,000 ساعت عددی جادویی برای بزرگی و نام‌آوری است، با مثال‌های زیر این مسئله را توضیح می‌دهد. بیل گیتس برنامه‌نویسی را زمانی آغاز کرد که 10 ساله بود و در مدرسه راهنمایی در سیاتل تحصیل می‌کرد. 10,000 ساعت بعد انقلابی در دنیای فناوری اطلاعات به پا کرد. گروه بیل این 10,000 ساعت به سوی بزرگیشان را در کلوپ شبانه‌ای در هامبورگ تکمیل کردند. همان جایی که قبل از بازگشتنشان به بریتانیا 8 ساعت در روز اجرا داشتند و با آهنگ مرا واقعا دوستم بدار گل کاشتند. استنباط گلدول این است که نبوغ به تنهایی کافی نیست. تلاش بسیار زیاد و تعهد لازم است تا استعدادی تمام و کمال شکوفا گردد. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. لطفاً این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید. حتی اگر در ابتدا خوشتون نیامده، در انتها خوشتون خواهد اومد. این کتاب بسیار زیباست و بسیار آموزنده و بسیار کاربردی. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.